کسانی که راه سحرخیز شدن رو پیدا کردن در زندگی خود موفقتر، فعالتر و شادابتر هستند و می توانند استرس را بهتر کنترل کنند. سحرخیزی یکی از عوامل مهم موفقیت در کار و زندگی افراد است. قبل از اینکه بریم سراغ راه‌های سحرخیزی، اول باید بدونیم که اصلاً سحرخیزی چه فوایدی برای ما داره. پس با من همراه باش تا ببینیم که سحرخیزی ارزش تبدیل شدن به یک عادت روزانه رو داره یا خیر. اولین فایده سحرخیزی این هست که دیگه نیاز به عجله کردن نداری. چون زمان کافی برای انجام تمام کارهاتو داری و همه چیزو به راحتی میتونی کنترل کنی. دومین فایده سحرخیزی لذت بردن از آرامش و سکوت صبح هست. نبود پیامک، ایمیل، سر و صدا، ترافیک و حضور هیچ کس دیگه میتونه به آرامش بیشترت کمک کنه و میتونی روی کارهای مهم زندگیت و چگونگی دستیابی به اهدافت فکر کنی. سومین مورد افزایش شادی و سلامتی هست. چون زمانی که سحرخیز بشین، هورمون ضد افسردگی در مغز شما ترشح میشه و میزان رضایت از زندگی بالا میره. تمرکز و انرژیتون بسیار زیاد میشه. زندگیتون منظم میشه و اعتماد به نفس و عزت نفستون هم افزایش پیدا میکنه. چهارمین مورد اینه که اثرات فوق‌العاده‌ای روی جسم و بدنتون داره. سطح اکسیژن مغز رو بالا میبره و در نتیجه باعث بهبود عملکرد مغز میشه. قدرت ذهن افزایش پیدا میکنه. خلاق‌تر میشین و کارهای بیشتری رو در طول روز میتونید انجام بدین. و همچنین تأثیر فوق‌العاده‌ای روی پوستتون داره. میتونه نوع پوست و رنگ پوستتون رو زیباتر کنه و از پیری زودرس و چروکیده شدن اون جلوگیری بکنه. اونم به صورت طبیعی و با عملیات آبرسانی که خود بدن انجام میده. پنجمین مورد اینه که باعث بالا رفتن جذابیت شما میشه و باعث میشه در نظر بقیه جذابتر به نظر برسید و فردی باشید که روی خودش و زندگی شخصیش نسبت به بقیه کنترل بهتری داره. کلا وقتی که شما بیدارید و مشغول برنامه خودتون هستید و به این فکر میکنید که الان بیشتر مردم خوابن، همین احساس فوق‌العاده رو در شما ایجاد میکنه. یه جورایی احساس میکنید که از همه جهان جلوتر هستید. ششمین مورد این هست که وقت دارید راحت یک صبحانه مقوی بخورید. زمان کافی هم برای ورزش کردن دارید. وقتی صبحانه میخورید، بدن توانایی کافی برای ادامه روز رو داره و خیلی کمتر احساس خستگی میکنه. و ورزش کردن هم در صبح برای سلامت جسمی و روانی بسیار مفیده. نیاز نیست ورزش‌های سنگین انجام بدین. پیاده روی و نرمش‌های ساده و حرکات کششی، همین کارهای ساده میتونه ضربان قلب شما را افزایش بده. هفتمین مورد اینه که وقتی زود کارهاتون رو شروع میکنید، باعث میشه که زودتر هم کارهاتون رو تمام کنید. زودتر خسته میشید، زودتر هم میخوابید و خواب بهتری هم خواهید داشت و کیفیت خواب شبانه‌تون بالا میره. حالا بریم سراغ تکنیک‌های سحرخیزی که میتونه برای عادت به سحرخیزی خیلی بهتون کمک کنه. اولین و مهمترین تکنیک برای سحرخیزی از شب قبل شروع میشه. برای اینکه یک صبح پر انرژی رو شروع کنی، نباید کمبود خواب داشته باشی. برای اینکه اول صبح یک فرد فعال باشی، بدنتون به خواب کافی در طول شبانه به طور متوسط به 8 ساعت خواب نیاز داره. پس سحرخیزی ارتباط مستقیمی با میزان خواب شما در طول شبانه روز داره. و برای اینکه بازدهی مناسبی در طول روز داشته باشی، نیاز به دریافت خواب کافی داری. پس در گام اول برای تبدیل شدن به یک انسان سحرخیز باید زود بخوابی. دومین تکنیک اینه که برای عادت به سحرخیزی باید کم کم تغییرات رو شروع کنی. یک واقعیتی که اینجا وجود داره، شما برای اینکه یک برنامه خواب منظمی رو برای خودت داشته باشی و اون رو تبدیل به یک عادت کنی، راه کوتاهی رو در پیش نداری. نمیتونی با یه شب یا 2 شب خوابیدن یا 1 هفته خوابیدن برنامه خودتون رو تنظیم کنید. بنابراین برنامه خوابتون باید به صورت تدریجی و به ندرت تنظیم بشه.
یعنی اگر شبها ساعت 12 میخوابی نمیتونی توی یه شب به ساعت 10 برسی. یا صبحها وقتی ساعت 10 از خواب بیدار میشی نمیشه روز اول ساعت رو روی 6 صبح کوکش کنی. پس باید این کار آرام آرام انجام بشه و بهتره که تنها 15 تا 30 دقیقه ساعت رو جلو بیاری. یعنی شبها 15 دقیقه زودتر بخوابی و از اون طرف هم صبحها 15 دقیقه زودتر بیدار بشی و به همین منوال پیش بری تا به هدفت برسی. سومین تکنیک اینه که سعی کنی کیفیت خواب شبانت رو بالا ببری. بدن ما برای خواب بهتر به تاریکی مطلق نیاز داره. سعی کنید فضای اتاقتون کاملا تاریک باشه و برای اینکه راحت‌تر بخوابید میتونید از چشم بند استفاده کنید و همچنین لازمه که در سکوت بخوابید. برای این کار هم میتونید از گوشگیر استفاده کنید. قبل از خواب گوشی، تبلت، لپتاپ کاملا بذارید کنار چون تأثیر منفی روی خوابتون میذاره. چهارمین مورد اینه که انگیزه داشته باشید. از شب قبل به یک کار هیجان انگیز فکر کنید و تصمیم بگیرید صبح که از خواب بیدار شدین اون کار رو انجام بدید. یا میتونید به اهمیت سحرخیزی که اول کلیپ بهش اشاره کردم فکر کنید که چه فواید فوق‌العاده‌ای روی سلامت روح و روان و سبک زندگیتون داره و این باعث میشه که سحرخیزی نه تنها براتون سخت نباشه بلکه از آن لذت هم ببرید. پنجمین مورد که خیلی هم مؤثر و مفیده و میتونه بهتون کمک کنه اینه که از قانون 5 ثانیه که خانم رابینز اونو ابداع کرده استفاده کنید. خانم رابینز میگه شما فقط 5 ثانیه برای انجام کارتون مهلت دارید. یعنی همون زمانی که فکر یا تصمیمی در ذهنتون خطور میکنه باید آن را حد اکثر تا 5 ثانیه انجام دهید. پس هر موقع چشمتون را باز کردین به هیچ وجه فکر نکنید و سریعا تا قبل از اینکه 5 ثانیه تموم بشه از جاتون بلند شین و شک نکنید بعد از مدتی این زود بیدار شدن براتون مثل آب خوردن میشه. ششمین مورد اینه که گوشی یا ساعتتون رو کنار خودتون نذارید. مخصوصا اولین روزها که میخواین عادت کنید به سحرخیزی باید ساعت یا گوشی رو دورتر از تختتون قرار بدین تا دستتون بهش نرسه که هر وقت زنگ خورد بلافاصله خاموشش کنین و دوباره بخوابید. پس بهتره دورتر از خودتون قرار بدین تا برای خاموش کردنش از رخت خوابتون بیاین بیرون. نکته آخر اینه که به هیچ عنوان روزهای تعطیل برای خودت استثناء قائل نشو. بگی امروز دیگه روز تعطیله و راحت بگیری بخوابی. برای اینکه به سحرخیزی عادت کنی باید هر روز سحرخیز باشی، نه هر وقت که دلت میخواد. و باید بدونید که تغییر عادت کار آسونی نیست. سحرخیزی کار آسونی نیست. اما شما چه کار ارزشمندی رو سراغ دارید که شما رو به چالش نکشه؟ پس هیچ چیز ارزشمندی به سادگی به دست نمیاد. باید پذیرفت که زندگی میدان رقابت است و افرادی در آن موفق میشوند که بهترین استراتژی ها را داشته باشند و از زمان خود بیشترین بهره را ببرند.